أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عایشه مادرمان رضی الله عنها میگویند که أن السودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة. عایشه مادر ما میگویند که سوده همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همسرهای بسیاری داشتند، خواستند که پیامبر سوده بنت زمعه را طلاق بدهند، زیرا پس از وفات خدیجه دومین زنی که پیامبر گرفتند این سوده بود. پیامبر به سوده میل نداشتند، زیرا شاید که سوده بنت زمعه یعنی سالمن بودند. سوده بنت زمعه این رو حس کرد. سپس همون روزی که روزشان را نصیبشان را به عایشه مادرمان بخشیده بودند و به پیامبر گفته بودند که اگر جدنده که بر نزد من نآیید، من همچون همسر شما می ایستم و شما که پیامبر صلی الله علیه و سلم عایشه را بسیار دوست می داشتند، همان شبشان را به عایشه بخشیده بودند. و سپس عایشه میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در نزد من 2 شب می ایستادند، هم روز شبی که حصه خودم بود و شبی که حصه سوده بود. این در حالتی که زن می تواند از حقش تنازل کند، حقش رو بخشد، هنگامی که بعضی مردها وقتی که زنها بزرگ میشن، سالمن میشوند و اگر زنهای بیشتر داشته باشند میخواهند که طلاق بدهند. زن به خاطر فرزندهایش میتواند از حقش همون حصه اش را ببخشد و همچون زن باقی ماند. این را صلح میگویند. برای این سوده بنت زمعه به پیامبر گفت که من شبم را به عایشه بخشیدم، میخواهم که همچون همسر به شما باقی مانم، که یعنی فضیلت بزرگ است که همسرهای پیامبر همش مادرهای مؤمنان می باشد. وقتی که این نصیبی همسر پیامبر بودن نصیبی بسیار بزرگ است که در جنت همراه پیامبر می باشد. برای من سوده بنت زمعه بسیار انسان زنی عاقل بودند. دیدن که حس کردند که پیامبر میل طلاق دارند، گفتند که شبم را به عایشه بخشیدم. عایشه میگن که بر من بجای اینکه پیامبر 2 روز یک شب بیستند، 2 شب می ایستادند. این را صلح میگوید. بنابراین الله نیز در قرآن میگوید و این امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا والصلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. وقتی که زن میترسد از شوهرش که شاید شوهرش طلاق میدهد، از حقش فرود آید و همچون به خاطر زندگی صلح بکند. بگوید اگر چندگی به نزد من نآیید، لکن همچون همسر و به خاطر فرزندها صلح بکند. و صلح خیر، از جدا شدن از شوهر و این صلح کردن از حق خود رو بخشیدن، این را صلح میگن. صلح بهتر است میگن. و احضرت الانفس الشح، زن بعضی در حالتها بخل میورزد و میگوید که جدا شوم بهتر است، اما از حق خود گذشته و صلح کردن بهتر است. و مرد میخواهد نیز
طلاق بدهد و زن میخواهد که جدا بشود تا که فرزندها بی سرپرست و جدا بشوند، اما صلح بکنند و با یکدیگر از حق یکدیگر بگذرند، این بهتر می باشد. الله میگوید که نفسهای انسان رو با بخل میکشاند. میگوید حقت را نبخش و نکن، این کار را نکن، اما و این تحسن و تتقوا فإن الله کان بما تعملون خبیرا. اصلا در این حالت اگر صلح بکنم بهتر است، البته الله به آن چی میکنم با خبر میباشد. این را صلح میگویند. این بود شرح مختصری این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.